بچه‌ها چطورین؟ خوش اومدین به این ویدیو. تو این ویدیو اومدیم به سوالات شما جواب بدیم، پس بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. سوال اول نوشته اهل کجایی؟ خب من خودم کرج به دنیا آمدم، پدر و مادرم قمی ان و اصالتا برمیگردیم به شمال. کی ادیتو شروع کردیم؟ من تقریبا 1 سال و نیم 2 سال پیش یه ویدیو تو یوتیوب دیدم که در مورد آموزش ادیت بود. اونجا من علاقه‌مند شدم به ادیت زدن و کلا کارهای ادیت و آموزش ادیت و هرچی. اون موقع دیگه شروع کردم به ادیت زدن با موبایل تا الان. با چی ادیت میزنی؟ من با هر برنامه‌ای که روی موبایل باشه ادیت میزنم، کپکات، ویراکات، اینشات، ولی بیشترش با کپکات. آموزش ادیت میذاری؟ آموزش ادیت رو خیلی وقته که میخوام بذارم، ولی خب وایساده بودم که این ویدیو رو بگیرم که فکر کنم ویدیو آموزش ادیتم 4 شنبه همین هفته آپلود بشه. کدوم شهر زندگی میکنی؟ من قم زندگی میکنم، تقریبا 9 یا 10 سالی میشه که از کرج اومدم. چی شد که یوتیوبر شدی؟ خب من از همون موقعی که با یوتیوب آشنا شدم علاقه‌مند شدم به یوتیوب و یوتیوبر شدن. الان خیلی دوست داشتم که یوتیوبر باشم، به خاطر همون نزدیک 102 روز پیش یه چنل زدم که همین چنل کروش رونج. تو شروع کردم به ویدیو گذاشتن، همین ویدیو ادیت. قبل این چنل هم من چند تا چنل دیگه داشتم که خب اونا ساب زیادی نداشتم، فکر کنم 200 تا ساب داشتم. هدفت از یوتیوبر شدن چی؟ خب من گفتم علاقه داشتم به یوتیوبر شدن و اینا، به خاطر همون یوتیوبر شدم. دوبلا مال خودته؟ اگر نه پس کی دوبله میکنه؟ دوبلا مال من نیست، برای شخصی توی اینستاگرام پیج داره، دوبلای زیادی میذاره تو پیجش، خودش هم میدونه که من ادیت میکنم، در جریان راضی هم هست. اسم پیجش رو میذارم تو دیسکریپشن همین ویدیو. اگه میخواید دوبلای خام و بدون ادیتش ببینید میتونید برید از تو لینکی که تو دیسکریپشن قرار دادم برید ببینید. چند تا ویدیو بلند در هفته میذاریم. از این بعد من میخوام ویدیوهای بلند رو در هفته یه دونه یا 2 تاش کنم. اگه شما میخواید بیشترش کنم یا کمترش کنم حتما توی کامنت این ویدیو بگید. مرسی که تا اینجا ویدیو همراه من بودید. لایک، کامنت، سابسکرایب براتون نرو تا یه ویدیو دیگه.